نه. یه خورده فکر کن. زیادی فکر کردم نمیتونم. با همون پادری میرفته. میدونی نونا وقتی 18 سالشون بشه چی میشه؟ نونا 18 سالشون بشه؟ آره. نه. یه خورده فکر کن. نه. به سن جانونی میرسن. میدونی حضرت سلیمان تا سر کوچه میخواسته بره قالیونه برای چی کار میکرده؟ نه. یه خورده فکر کن. زیادی فکر کردم نمیتونم. با همون پادری میرفته. میدونی ماهیا وقتی میخوام مست کنن کجا میرن؟ ماهی هم مست میکنن؟ نه. نظری نداری؟ ماهی هم مست کنن؟ نه ولی نه. میرن رودبار. خب میدونی وقتی دو تا سیب زمینی با هم دیگه دعواشون بشه چی میشه؟ دمت سیب زمینی امروز آدم حساب شد. نه. نظری نداری؟ آخه سیب زمینی آخه نه واقعا. میزنن همدیگه رو پوره میکنن. قشنگ بود قشنگ. میدونی نوشابه ها وقتی تاریخ مصرفشون تموم بشه چی میشن؟ فاسد میشن دیگه. نه فاسد میشن. فاسد خب فاسد که میشن. فاسد میشن ولی یه چیز دیگه هم میشن. نظری ندارم. کهنشابه. چی؟ کهنشابه. خب حالا میدونی اگه یه روزی یه شکلات بره حج چی میشه؟ شکلات بره حج؟ ما نرفتیم حج شکلات بره. شکلات نه. میشه هات چاکلت. چی؟ هات چاکلت. میدونی وقتی درخت‌ها شوهرشون بمیره چی میشه؟ نمیدونم حاجی وایسا. شوهرشون بمیره یه شوهر که نمیشن قطعا. پیر نه بریده نه بیوه میدن. آره. میدونی حالا اگه که واسه خرید میخوای بری افق کوروش اگه بسته بود باید کجا بری؟ غرب کوروش نه شرق کوروش افق این ورش افق نمیدونم. عمود داریوش. میدونی اگه که سیب زمینی ها از یکی عصبانی بشن چی کار میکنن؟ رنده نه سر نه سخاری نه پوره. آفرین مثلا پورشی میکنن. خب حالا میدونی چرا پور خرا هیچ وقت فریب نمیخورن؟ یعنی چی؟ از کجا معلوم نمیخورن وایسا؟ چون راه آفرین چه ربطی داره؟ چون ساده نیستن راهن. آره که گل مست میکنه چی میگه؟ وای چقدر مستم من. نظری ندارم. نظری نداری هیچ کدومتون؟ یه خورده نمیخوایم فکر کنیم. انگوش کوچیکی مست میکنه؟ نمیدونم بهت نمیدونم واقعا. وش هستم. آفرین میگه باشه نشستم. میدونی اگه بدون عینک برین ساز فروشی چه اتفاقی میافته؟ سازان نمیبیننمون. چی میشه؟ سازان نمیبیننمون دیگه. سازه کوک از کوکی در میاد؟ نه من نزدیک میشم. فکر کنم ایسی نزدیک شدم. نه از به کوکش رفت ندارم. به خودش رفت داره. به خود ساز رفت داره؟ آره. نمیدونم واقعا. نظر نداری؟ همه سازا رو تار میبینیم. میدونی کار ببینیم. آره سه تار میبینیم. آره. میدونی وقتی کیف پولا کار بدی بکنن چه اتفاقی میفته؟ هرچون تاریک هوا دیرانده دیگه. نه نظری نداری؟ نه ایده خاصی واقعا ندارم. چرمگین میشن. میدونی چرا امپورنگ هیچ وقت ازدواج نمیکنه؟
چون خوناشامه. نه فکر کنم همجنسگرا است. نه آره دیگه وگرنه امیر محمد اینقدر پیر نمیشد که. چون نمیتونه به پای کسی پیر بشه. آره دیگه همیشه جوانه دیگه. خودش آره پیر نشه. آره دیگه. خودش پیر نمیشه بقیه رو آره پیر میکنه. آره دقیقاً.